کاخ سفید، واشنگتن دی سی. جان مککین از مسئولین کاخ سفید که توطئه‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌نماید. جورج سوروس سرمایه‌دار یهودی است که سردمدار استعمار فرانوین میباشد. وی با سرمایه خود و با استفاده از شعارهایی چون آزادی‌خواهی، دموکراسی و حقوق بشر طرفداران آمریکا را به حاکمیت میرساند. جین شار نظریه پرداز نافرمانی مدنی و تئوریسین انقلاب‌های مخملین که تألیفاتی در این موضوع دارد. وی از اوامر CIA جهت نفوذ در کشورهای مورد نظر می باشد. بیل اسمیت از کارشناسان ارشد CIA در امور ایران می باشد که سالیان متمادی با گروه‌های اپوزیسیون و معاند ایرانی همکاری نزدیکی دارد. بله، همونطوری که جورج سوروس اشاره کردن، ما باید با برنامه ریزی مستمر، متناسب با فرهنگ هر منطقه و با هدایت گروه‌های اثرگذار به اهدافمون برسیم. در واقع با افزایش آگاهی مردم، حضور نظامی برخلاف گذشته اثر خودش را از دست داده، مثل عراق و افغانستان. باید راهکارهای جایگزین معرفی کرد. دقیقاً. دیگه فشار و زور اهداف ما رو تأمین نمی‌کنه. باید به فکر فرهنگ سازی بود. قرن 21 زمان تغییر فرهنگ هاست. تأثیر بر فکر و اندیشه ها. این درست همون طریقی که ما روی اون کار کردیم. ولی طرح شما اصلاً کافی نیست. در این 28 سال هزینه‌های زیادی رو برای برنامه‌های شما پرداخت کردیم، ولی در عوض قربان، ضمن تایید صحبت‌های شما در تغییر حکومت‌ها نباید عجله کرد. ما باید با اندیشمندان، صاحبان قلم و افراد با نفوذ در جامعه که با ما منافع مشترکی دارن ارتباط برقرار کنیم. ما میتونیم با NGO-های همسو همکاری نزدیک داشته باشیم. شبکه‌های ماهواره‌ای هم تأثیر و نقش مهمی دارن. بمباران تبلیغاتی همیشه مؤثر بوده. ما باید جنگ خاموش فرهنگی در ایران رو که از چند سال گذشته راه اندازی کردیم گسترش بدیم. ضمناً مأمورین و وابستگان اطلاعاتی خودمون رو برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان علمی و فرهنگی گسیل کنیم. تا حالا که استفاده از کنفرانس‌های علمی و بین‌المللی دستاوردهای خوبی داشته. چرا همه مردم این کارهای خارجی ها توطئه‌هاشون تمومی نداره. ای کاش حافظه هم مثل ما پیر نمیشون تا بتونیم خیانت‌های اونا رو به یاد داشته باشیم. آقا نابودیشون تو تبس فراموششون شده که چطوری خدا اینا رو خوار و ذلیل کرد. حالا با تحریم اقتصادی هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. با این پیشرفتایی که جوانای متخصصمون تو انرژی هسته‌ای کردن مشت محکمی خورده تو دهنشون. بچه با ایمیلی که برام اومده باید کار شروع کنیم. وسایل مورد نیاز هم رسیده. ما حالا دیگه راحت‌تر میتونیم دستورات شبکه‌های ماهواره‌ای رو به مردم منتقل کنیم. بعدش هم سوژه خبری عالی برای دوستامون تو آمریکا. با قول ویزا و اقامتی که به ما دادن، من مطمئنم که بعد از این مأموریت اقامت خوبی در آمریکا خواهیم داشت. اینم وسایل لازم. امنیت نعمتی است که تحقق آن جز با هوشیاری و مشارکت یکایک آحاد جامعه شب کجا بودی؟ نمی‌گردد. تو فکر نمی‌کنی من و مادر نگرانت میشیم؟ من بچه‌ام که نگرانم میشه. خبری وزارت اطلاعات. نابابی آشنا شده. اون سابقه نداره. فکر میکنم از این جوانای تازه کاره. اونو کاملا تحت نظر داشته باشیم.
همکاری داوطلبانه تو ما تونستیم از فاجعه بزرگی جلوگیری کنیم. ما سعی میکنیم برای مجازات تخفیف ویژه‌ای بگیریم. بله؟ سلام علیکم. من میخواستم از خبری به موقعی که دادی تشکر کنم. من با قاضی پرونده صحبت شده، ایشون گفتن به زودی منوچهر آزاد میشه. امروزه استکبار جهانی به همراه صهیونیسم بین الملل با کمک شبکه‌های جاسوسی و ماهواره خود در صدد تغییر ماهیت حکومت هاست و برای رسیدن به اهداف پلید خود از هیچ دسیسه‌ای فروگذار نمی‌کند. ضمن هوشیاری آحاد ملت شریف و غیور ایران، هر گونه تحرکات مشکوک را با شماره تلفن 113 به اطلاع ستاد خبری وزارت اطلاعات در سراسر کشور برسانید. ما امین گزارشات شما هستیم. ستاد خبری وزارت اطلاعات.